میشن و ای که من سینه مرغ میخورم و اونا یه غذای ساده خیلی برام سخت. حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرشون گفت دیگه سینه مرغ نداری. گفتم خدا کریمه. و وقتی برگشتم دیدم که همون صحنه رژیم رو آورد. گفتم خب چرا با من شوخی میکنی؟ این موقعیت من طاقت تحمل شوخی رو ندارم. این سینه مرغ که داشتم تو چرا گفتی نداری؟ گفت یک لحظه صبر کن. دو بچهای ما صدا کردن کیهان آرمان گفت بابا با مادر دعوا نکن، تقصیر مادر نیست، ما خلقای خودم میده کردیم برد. من با این حالت قهرمانی رو برسم. به نظرتون الان تکلیف این بچه ها و اون خانوم که انقدر زجر کشیده